سلام. اول یه توضیح در مورد این جعبه ها بدم. این جعبه ها به صورت آماده توی بازار موجود هست و شما هر بردی که دوست دارید رو میتونید درونش قرار بدید و با پیچ بسته میشه. اینو گرفتم برای کسایی که میگن مدارایی که ساختی به صورت بازاری هستش. خب اومدیم با یه تستر دیگه. دستگاهی که مشاهده میکنید یک تستر LED یا LED درایور اتوماتیک هست که ولتاژش بر اساس مصرف کننده تغییر میکنه و دیگه نیازی نیست برای هر برد LED درایور جداگانه تهیه کنیم. دارای دو کلید که در اینجا و اینجا تعبیه شده. کلید اول مربوط به آن آف دستگاه یا روشن خاموش و کلید دوم افزایش دهنده ولتاژ خروجی برای تست کردن LED های با وات بالا هستش. این دو پراپ هم که در اینجا مشاهده میکنید به این نقطه ها وصل شده و توسط اون میتونیم LED ها رو تست کنیم. همونطور که میبینید من چند نمونه LED رو اینجا چیدم و میخوام همه این LED ها رو توسط این LED درایور اتوماتیک تست کنم. با زدن کلید آن نمایشگر دستگاه و همچنین لامپ نمایشگر روشن بودن دستگاه روشن می شود. حالا پراپ ها را طبق رعایت پولاریته قرمز مثبت و مشکی منفی وصل میکنیم. البته باید یادآور بشم که این دستگاه هم میتونه ورودی AC به مدارهای DOB بده و هم خروجی DC به چیپ های SMD، یعنی هر دو رو میتونه تست کنه. خب حالا به نمایشگر دستگاه دقت کنید. با زدن و روشن کردن LED ولتاژ تغییر میکنه. نمونه بعدی یک COB پروژکتوریه که حالا تست میکنیم. همونطور که میبینید با روشن کردن COB ولتاژ تغییر میکنه.